لیلی، چرا اون اینجاست؟ پس رئیس پی از کمپانی امپراتور بود داره؟ دارید چی کار میکنید؟ دارید یکی از افراد اسکای آرت رو با خودتون میبرید؟ لیلی، این یه مسئله خصوصیه. مسئله خصوصی؟ این زیاده رویه اگه بگم که من رابطه ای با رئیس لیلی دارم. به علاوه مدت زیادی از رأس کردنشون نمیگذره. اون این حقو داره که یه گوشه وایسه و برتن منو نگاه کنه. کارآموزای اسکای آرت چیزی به عنوان مسئله شخصی ندارن. لیلی، اون زیاد شخص مهمی تو شرکتت نیست، پس به نظرت جالب نیست شخص با نفوذی مثل تو بتونه یک کارآموز اسکای آرت رو به خاطر بسپره؟ چی بگم والا، من یه رئیس خوبم که حواسم به همه کارمندام هست. رئیس پی، لطفا یه شینگلینگ رو ول کن. این دختر جوونه، هنوز درک زیادی نداره. اگر اذیتتون کرده مطمئن میشم که دفعه بعد درست رفتار کنه. خب چرا اونجا نشستی؟ بیا اینجا. لیلی، تو شاید بتونی الان ازش محافظت کنی، ولی نمیتونی تا ابد ازش محافظت کنی. اشکالی نداره رئیس پی، لازم نیست شما نگرانش باشید. رئیس این واقعیه؟ اومده بودید که اینجا که یه نفر رو ببینید ولی سر راهتون دختری که داشتن آزارش میدادن رو نجات دادید؟ این کوچولوی خوشگل از کمپ کارآموزای اسکای آرته. فکرشم نمی‌کردم که به مدیریت اون بخش انقدر توجه نشون بدید. آره رفت بگه. رئیس لطفا بهمون معرفیش کن. بگو اسمش چیه؟ از کوچولو، با بودن ما دیگه هیچ آدم بدی جرئت نمی‌کنه کاری باهات بکنه. من خوبم، مرسی. برای بچه نترسونیدش و قراره به زودی بریم خونه. بیایید بریم. حالت خوبه؟ ممنون رئیس. به جای تشکر از من باید خدا رو شکر کنی اینقدر خوش شانس بودی. با دنبال کردن کسی مثل پیجی هنگ دنبال دردسری؟ اونه که افتاده دنبالم. ولی من از آدمایی که با خلوص نیت با هم صحبت نمی‌کنن متنفرم. تو آدمی نیستی که راه به راه بری واسه خودت دردسر درست کنی. وقتی اینجوری داری اشتباهاتو تایید می‌کنی نشون میده که نمی‌خوای علت واقعیشو بهم بگی. دقیقاً چیکار کردی که پیجی هنگو اینقدر آزار داده؟ پیجی هنگ به من علاقه‌مند شده و میخواد اسپانسرم بشه. نمیدونم چرا چشمشو گرفتم. کجا زندگی می‌کنی؟ میرسونمت. نه من نمیخوام به زحمت بندازنمتون. خودم میتونم برگردم. خودت میخوای برگردی؟ نمیخوام اعتراضی بکنم، ولی من احساسم بهم میگه که ما حتی 100 متر هم از پیجینگ فاصله نگرفتیم. بازم میخوای گیرت بندازه؟ به نکته خوبی اشاره کردی. پس باید به درد سر بندازمتون. لطفا منو به کمپ کارآموزا برگردونید. نمیتونم برگردم خونه. ممکنه بازم منو بفروشن. اونا رو اگر ولشون کنم بار دومم همین کارو میکنن. وقتی گفتی دردسر واقعا منظور تمام بود. الان ما جنوب شهر، کمپ کارآموزا شماله. نه تنها باید تمام شهر رو طی کنیم، تازه ترافیک هم تو این ساعت خیلی سنگینه. یه شینگلینگ نباید اینقدر به رئیست زور بگی. خب پس آقای رئیس، هر کاری که خودت فکر میکنی بهتره بکن. بیا بریم به آپارتمان من. میتونی امشب اونجا بگذرونی و صبح زودم یکی رو میفرستم که به کمپ برات گردونه. آپارتمانش؟ قبلا بهت نگفتم؟ من خوشم نمیاد کسی رو مجبور به انجام کاری بکنم. خیلی عجیبی. از این میترسی ولی از تحریک پیجینگ نمیترسی؟ اگه میخوای زود باش دنبالم بیا، وگرنه خودت برگرد یا برگشت پیدا کن. از دست این پسر. باشه فهمیدم. چی شده؟ سوار نمیشی؟ یه ماشین بیابونگر؟ حتی از اون مدل ارتشیای لندووره؟ چرا رئیس اسکای آرت همچین سلیقه عجیبی داره؟ باحاله نه؟ اسکای آرت یا دوست دارن خودشون رانندگی کنن؟ بیشاوینم خودش رانندگی میکنه، درست مثل لیلی. روشنایی اینجا محشره. با اینکه اولین بارت میای اینجا زیاد سورپرایز نشدی، درسته؟ شرمنده. من فکر میکردم هر عمارت یا خونه لوکسی مثل اونجا تاریکه. هر جا دلت خواست بشین. باشه. واو، دکوراسیونش بدک نیست.
نه ترس، منم. اون واقعا منو میترسونه. این مرد و یوز پلنگش، یعنی سرنوشتم اینه که همیشه توسط اونا تنبیه بشم. فکرشم نکن من بشینم روی اون مبل. اتاق دیگه ای داری؟ نمیخوای شام بخوری؟ ها؟ بیا آشپزخونه کمکم کن. بدو بیا. خیلی خوب. آب ریختی تو قابلمه؟ بذارش رو گاز رو شعله ملایم. آره تموم کردم. الان میذارمش رو گاز. پس گاز این شکلیه. من الان تو زندگی دومم هستم و این اولین باریه که میخوام آشپزی کنم. اگه اینو بچرخونم روشن میشه، درسته؟ اشکال نداره، من روشنش میکنم. میترسم که آخرش بزنی خودتو جزغله کنی. بیا، میدونی که چطور پوست بکنی، درسته؟ وقتی پوست گرفتی بدشون به من. وقتی آب شروع به جوشیدن کرد ما اینو میندازیم تو قابلمه. رئیس چطور باید پوست بگیرم آخه؟ یشینگ، تو واقعا دختری؟ درسته؟ رئیس لطفا منو دعوا نکن. خب اولین بارمه. خودم پوست میگیرم. چطوره بری به جای سبزی ها رو بشوری؟ اگر نمیتونی اونم انجام بدی میتونی بری پذیرایی واسه خودت ول بگردی. رئیس بازم که تر زدی. یشینگ، چرا نمیری پیش آرما؟ من دیگه هیچ وقت نمیام آپارتمان لیلی. قسم میخورم. هرچند من به زنی احتیاج دارم که همتراز من باشه و در کنارم بیسته. زنی که ارزش اسم خانواده پیرو داشته باشه. مطمئناً اون و پیژیهنگ کاملا دو جور آدم متفاوتن. خیلی خوب، فکر کنم این واسه امشب کفایت میکنه. رئیس معلومه خوب بلدی آشپزی کنی. بعد از این همه مدت زندگی مجردی چیزایی مثل آشپزی خب میتونم یکم انجامش بدم. با اینکه بلد نیستی آشپزی کنی، حداقل بلدی که بشقابو بگیری و غذا بخوری، درسته؟ بیا بگیر بشقابو.